بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به تمام مخاطبین گرامی و شایقین تیم فوتبال آرمان افسی. عرفان ارزبیگی هستم، یک تن از بازیکنان تیم آرمان افسی ردی سن زیر 17 سال افغانستان. از سن 10 سالگی فوتبال آغاز کردیم در تیم نوجوانان ارزبیگی ولایت کندوز و یگانه هدفی که ما داریم که در رتبه‌های بالاتر افتخار بیاوریم در افغانستان. این آرزوی ماست که از ردی 17 سال ما راه پیدا کنیم به تیم بزرگسالان خوب آرمان افسی که ما آنجا بتوانیم فوتبال خوبتر بکنیم تا بر رتبه‌های بالا مثلا تیم ملی و تیم 23 سال ما راه پیدا کنیم. الگوی فوتبالیم سرجیو راموس است و تیم دوست داشتنی که دارم ریال مادرید، پادشاه اسپانیا است.